یکی از پرشوق‌ترین، یکی از پرنفوذترین، یکی از پرشورترین مسابقاتی که طی چند سال اخیر در تاجیکستان ایجاد شده است این مسابقه فوتبال دهه‌بری هست و واقعا بگویم که این مسابقه این مکان آن مکانی گشته است که از اینجا فردا فوتبالبازان حرفه‌ای به میدان می آیند و امروز ما در شهر حصار قرار داریم و در اینجا مرحله گروهی بازی های مسابقه فوتبال دهه به دهه برگزار گشته ایستاده است و حال حاضر در میدان دسته های دهه های زیرکی و آبشاران بازی دارند و مطمئن هستیم که این مسابقه هم فردا برای ما باز چهره های نوی فوتبالی را کشف خواهد کرد. اگر گوییم که درای الماسی مکانی فوتبالی است قریب که گویا چیزی نگفته ایم، زیرا در اینجا فوتبال را آنقدر دوست می‌دارند که هر سال چنین یک مسابقه را میانی دهات درای الماسی برگزار میکنند که در این مسابقه تا 50 دسته شرکت می‌ورزد. اصولا برای در سطح بلند و بالا برگزار شدن این مسابقه دستاندرکاران همیشه از مصلحت و دستورات نمایندگان فدراسیون فوتبال تاجیکستان استفاده میکنند. در پی اجرایش به واسطه برنامه دولتی رشد فوتبال در تاجیکستان برای سالهای 2022-2026 و برنامه مخصوص پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان عاید رشد فوتبال در دهات جمهوری برای سالهای 2017-2024 از جانب فدراسیون فوتبال تاجیکستان و کمیته کار با جوانان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تمام چاره و تدبیرهای عملی اندیشیده میشن و امروز باید تذکر دادم به مورد است که با خصوص این برنامه چند سال می شود در حصار به حکم عنعنه در آمده است و در برگزاری این شماره زیادی دسته ها شرکت می‌ورزند. ما قبلا هم دیده بودیم که در این مسابقه در کدام سطح با کدام زیبایی خوب برگزار می‌گردید. در این مسابقه که گذشته ایستاده است 50 دسته از دهات درای الماسی و شهر حصار اشتراک می‌کنند. چنانچه گفتیم مسابقه هر سال برگزار می‌گردد و اهداف اصلی و اصولی آن جلب جوانان به فوتبال است، اما مسابقه امساله در پی خود هدف‌های دیگر را نیز دارد. تصمیم گرفته شده است که دسته شادمان حصار احیا می شود و علاقه و اشتراک وی در لیگ دومی در منطقه دوشنبه و همین خیلی باری‌های پرینسیپ های ورزشی مرحله با مرحله باز به همون شرف قبلی برگردانیده شود و البته برگزاری این مسابقه برای مکمل گردانیدن هیئت دسته برای دریافت چهره های نو و به دسته جلب نمودن آنها مساعدت می نماید که از این باید دستاندرکاران احیاگردانی دسته خوب استفاده برند. این نکته را باید تاکید کرد که در برگزاری مسابقه با نظرداشت محیط دهه برخی از طلبات به گونه مثال همواری میدان، افساید و برخی قاعده های دیگر صرف نظر شده است. البته نه فال های قبیح و یا جریمه 11 متره. همه بازی ها را با شرط یک داور داوری میکند و تا امروز برگزاری چندین بازی از داوری او شکایتی نیست. فوتبال دهات این فوتبال کوچگی یا که خیلی اولیشنی فوتبال میگن فوتبال کوچگی این از همه ده فوتبال سرمخلص است و در اینجا آدم نوبسته با کسب کار خودشون بعدی مثلا تمام شدن بعدی کار میآیند میشینند تماشا میکنند و البته فوتبال دهات با ویژگی های خود را دارد، خصوصیت های خود را دارد و یک از فوتبال کسبی باید فرق میکند. البته ببینید اگر شما دیده ایستاده باشید در اینجا همگی بازی رو یک نفر داوری میکند و ببینید که همون یک نفر داور مردم که با او باوری دارد از عهده داوری به حضور میبراید، یگان مناقشه جنجال و نمیشد، آدمان یکدیگر رو همشه میدونند و البته با
و البته با برگزار گردیدن این گونه مسابقه ها در مجموع در رشد ورزش یک تکون یک وسعت دیگر میبخشد. بازی میان این دسته ها مساوی 2-2 انجام شد. بر طبق نقشه در یک روز 3 بازی برگزار شده، دوامناکی قسم ها 30 دقیقه را در بر میگیرد. بعد چند دسته لویا با چندگاب میانی هم رقابت میکنند و ما از فرصت استفاده کرده با بچه های لویابی چند سوالی را رد و بدل کردیم. آمادگی چگونه است؟ آمادگی خوب است. ما بچه ها قطعی آمادگی نزد تیاری به نزد دیدگیم و در نزد خود مقصد گذاشتیم که در همین میدان چمپیون شویم با دستگیری اکای بهرالو شریفوف مربی ما. مشقتون رو در کجا میگذرونید؟ مشقات در میدانچه دیه میدان شدی بر هوا داریم در دیه خود. ما مشق خود رو در اونجا میگذرونیم. این هوای گرم خلال نمیرسونه؟ نه، میدان ما سالقین است. در آفتاب میپره سویا میشه. میدان ما سالقین است. برای مشق و تمرین خوب است. میبینم که همه بچه ها من همین پیراهن استقلال بردارید. چرا پیراهن استقلال؟ برای اینکه هر همه ما مخلص استقلال هستیم و حتی ما تاشکند رفتیم مخلص استقلال شدیم. در تاشکند؟ بله مخلصی رفته نه؟ بله بله. شنیدم که در دسته شما در هیئت شما مسی هم هست. مسی کجا است؟ مسی کو مسی؟ کو مسی. برای چی مسی؟ در دوره خردی وقتی که من بازی میکردم یک پیراهن مسی داشتم، با بازی جلوی نشون میدادم، از همون سبب همگونمون نوع مسی رو با من موندم. خودت با کی مخلصی میکنی؟ من خودم با رونالدو، کریستیانو رونالدو. این تضاد نیست که مثلا با رونالدو مخلصی میکنی خودت مسی میگی؟ نه من خودم نمیخوام که من رو مسی بگم. چرا اینا مسی میگه نمیخوادی؟ نمیدونم برای اینکه رنگ او میدان است برای همه ما مسی میگیم در کمال خود. خودت معقول نیست؟ نه. پس رونالدو داریم یا نه؟ و مسی داریم، رونالدو داریم؟ نداریم. از بازی چی امید دارین؟ از بازی تنها غلبه امیدواریم که ما بازی خوب نشون دهیم برای این مخلصان اومده، یا بازی خوب رو نشون دهیم که تو حلاوت برن تا اومدن. خب با فکر شما من همین مسابقه به همین فوتبال چی میدهد؟ با آدم تن و روی سالی میبخشد، از بجوگردی میگردوند جوانان حاضره رو و یک مسابقه خوب میشود. مخلصان شما آمدن از دهه لویاب ها بچه‌ها؟ بله خیلی زیاد آمدن مخلصان ما. چند نفر میآیند؟ از 50-60 نفر زیاد میآیند که مخلصی کنن تا 100 نفر. ما خود ده خوزدکا هستیم اكو 50 خوجگی و 100 نفر هست مخلصی ما. 100 نفر. اگر ما بودو بازی رو باید شما رو سرزنش میکنن مصطفی مثلا همده هاگوتون عموما میکنن چرا نمیکنن. ما کوشش میکنیم که در بازی خطاگی نکنیم. یک دیگر فهمی کنیم و غلبه کنیم در بازی. موفقیت بچه‌ها برای شما. موفقیت. تا آنکه بچه ها با بازی آغاز کنند ما صحفه برگزار شدن این مسابقه و در زمینه بنیاد شدن میدان های قرارگاه کلوب استقلال دوشنبه احیا گشتن 10 میدانچه ها را در دره الماسی ورق گردان میکنیم. اینجا قرارگاه کلوب استقلال است. اما میدانی که واقعا چندین چاره‌بینی های فوتبالی در اینجا برگزار می‌گردند و باید بگویم که چند پیش با ابتکارات فدراسیون فوتبال تاجیکستان این میدان دیگر باره تعمیر شد و یک نکته را باید ذکر کنیم که در این میدان همه وقت برای آنهایی که میخواهند در اینجا تمرین کنند گشوده است. منظور چی است؟ منظور این است که وقتی که در دره الماسی مسابقه فوتبال ده به ده برگزار می‌گردد، این میدان در و دروازه خود را برای دوستداران فوتبال گشوده می‌کند و آنها راحت از این میدان استفاده می‌کنند. یعنی فدراسیون فوتبال تاجیکستان کلوب استقلال شهر دوشنبه به خاطر رشد فوتبال در دره الماسی همه وقت کمک می‌کنند و امسال نیز استثنا نیست و باید بگویم که همکنون حال حاضر که در اینجا مسابقه ده به ده برگزار می‌گردد، در اینجا همه وقت آنهایی که
دوستدار فوتبال هستند و میخواهند تمرین های خود برگزار کنند میتوانند از اینجا راحت استفاده ببرند. ما در صحبت گفتیم که یعنی در همین میدان هم وقت شده است برای من همین بچه های همین دهه های اکنون درست است. بله همش همین رشدی همین فوتبالی که دهه به دهه شده ایستاده است در همین این دهه دوچینورا انا دهه چنگوب داشته در گذشت ولی با دهه زیرکی ده میشه دهه لویوب ده میشه همین رشد اساسی همین فوتبال دهه به دهه که در همین الماسی شده ایستاده است من همین میدان میبینم برای اون که همین میدان ساختن در همیشه کشوده بود برای همین دهه ها برای همین نوجوانان دوستداران فوتبال همه هوای هوس کردن و انا صاحب کاراشون رفتن در همون دهه هاشون میدان کردن انا کدومی که به قدر امکانیت همین دستش رسید همین فوتبال شوق کرد همشون در دههاشون یک میدانچه یک جای هوار کردن یک آبادی کردن. اصلا باید بگویم که من همین دره الماسی از روی انعنه مکانی تربیتگری فوتبال بازانی خیلی حرفه‌ای تاجیکستان است که آنها حتی در منتخب ملی بازی میکنند درست است؟ درست است. این زادگاه فوتبال بازان حرفه‌ای است. زادگاه فوتبال من حرفه‌ای میباشد. اینجا بسیار فوتبال بازان همین عالی برآمده به مانند منوچهر جلیلوف، علیشیر جلیلوف، اسکندر جلیلوف، جهانگیر جلیلوف، رومیش جلیلوف، من همین اویله جلیلوف، عبدالمومن زبیروف، من وحدت حنانوف به نزدیکی ها نقشه است رهبریت انا باشگاه استقلال یک اقدام گرفتگی که همیشه در یک جام استقلال مونه در همین میدان همین 15 روز پس همیشه 100% همین و تعمیرش تمام میشه و همیشه در یک جام استقلال میشود با این برای نورسان و برای جوانان همین یک هوسمند کنی میشود با آینده همین در نقشه دارن همین رهبریت باشگاه استقلال در نقشه دارن که در همیشه اکادمی استقلال تشکیل کنن از 6 ساله تا 13 ساله همیشه تربیت کنن برای کلوبی خودشون برای کلوبای دیگر و برای همین تیم ملی منتخب تاجیکستان ای همیشه رشد می‌یابد. من باوری دارم که ای همیشه رشد می‌یابد. مردم چگونه استقبال میکنن؟ من مردم دهه بسیار خوشرو قبول کرده است. دستهاش مردم از رئیس محله سرکه توپ بازیگرا ای بازی با بازی مشق تمرین میکنن که ما با فلان دهه باید غالب بیایم. مردم رو به ورزش آوردن که ما باید نتیم شان شرف همین دهه ما باید قهرمانی کنیم غالب با همسایه قشلاق بیایم همسایه دهه بیایم. همه تردد میکنن هر یک بازی برای گفت شما که گو که ما چمپیون شدیم کدام دسته که مغلوب کند و خوشم چمپیون حس میکنن مقصد از گوده که 7 ساله تا پیر و انا 70 ساله مخلصی میبن ایش نبیره من ایش سرچه من فلانی گفته میبن ایش اولاد من ایش همدیاری من گفته با کافکوبی با حیوی قرصه خودشون دستگیری میکنن دستشون رو. بسیار عالی بسیار خوب. پس چمپیون چی میگیرد؟ چمپیون اینجا مکافات از طرف حکومت شهر حصار اینجا بعد از طرف جماعت همون جماعت و از طرفی که تدارکات با پولی مولی همش سرفراز گردانده می شود. اکنون که از دستاندرکاران برخی از جزئیات مهم را عاید به برگزاری این مسابقه فهمیدیم دیگر باره به بازی دسته های لایاب و چنگاب توجه میکنیم. اگرچه دسته لایاب در این دیدار اولویت داشته و یا به اصطلاح دیگر فاوریت حساب می‌یافت اما چنگابی ها نخستین شده حساب بازی را کشودند. این حساب تا دیرگاه ادامه کرد تا آن زمانی که لایابی ها در میانه قسمت دوم حساب را برابر نکردند. سالهای بود که ما 2016 در همین دهه چمپیونات فوتبال موندیم بین همین جماعت ها ده ها که در همون جماعت 49 نفر پسران رو خواهی اونجا کمیزاتون رو خط نصور کرده و یک فوتبالیست رو خاندار کرده اویله نو برپا کرد. با همین چمپیونات همین نیت داریم که باز کمیزاتون هستن که در آدمانی که اینوالیدن یا که دیگر گروه کمتر مشکلی دارن ما میخوایم دستی کمک کنیم و با همین سبب جنبستی فوتبال همین آدم ها رو باز یک چند نفری که زور مارسی با خط نصور رای کنیم. بازی میان لایاب و چنگاب با حساب 1-1 انجام شد. البته مسابقه در دهات برگزار می شده ویژگی های خود دارد. ببینید که من حاضر مخلصا قالین پرتافتند و در اینجا به حضور بازی را تماشا کرده ایستادند و البته
ما هم میخواهیم که تأثیرات بچه ها رو بفهمیم. خوب ممکن است که همین جماعت و همین شهر حصار اصلا شهر فوتبالی است. بله بله، شهر حصار یک شهر سیاحی است و دیگر رشد فوتبال رو مردم شهر حصار به نهایت دوست می‌دارند. در آینده با تصمیم گرفتیم که باز همی رونق همی اصول فوتبال ده به ده رو باز هم زیادتر و بیشتر رو در جماعت‌های حدود شهر حصار و جماعت‌های دوردست از شهر حصار همیشه برگزار و تشکیل نماییم. ببینید که حال حاضر یک ابتکارات راه اندازی گشته ایستاده است که دسته یک زمان آوازادار شادمان حصار از نو احیا میکنند. چگونه استقبال کنند مردم؟ روزهای نزدیک طبق نقشه‌ای که ما امروز نظامنامه را علاقه ما تأسیس کردیم، روز 6 آگوست سال 2022 شادمان حصار دستش برقرار می شود با یک زیاده از 15 یا 20 هزار مخلص نصیب کرده باشه. همین شادمان حصار را ما با تنتنه پیشواز میگیریم. خب گفتن ممکن است که من همین فردا در هیئت دسته شادمان من از همین هیئت ها بازیگرا رو دیدن ممکن است. ده و محل ها ما در نظامنامه وارد کردیم. از ده و محل ها فوتبال بازان بهترین رو یعنی انتخاب کرده در شادمان حصار وارد میکنیم. چون شام فرا رسید میبینیم که در ورزشگاه روشنی پیدا شد. یعنی دستاندرکاران کوشیدند که در همه مورد شرایط را مهیا کنند که این بازی ها ادامه بیابند و چون دستاندرکاران گفتند که در اینجا تا نصف شبی بازی ها ادامه میکند، واقعا تصدیق واقعی خود را هم یافت. همین آدمایی که در همینجا تشکیل کردن همین کورای همین یکتگی چراغایی بود که یک دانگی بود. همینجا هر 10 تا 11 تا همین استولبه‌های روشنی کننده دیهی دودگان در همینجا همینا وای بودن. کمک روشنی بسیار نداشتن. شام به آهستگی فرا می رسید، اما در نوبت برگزاری بازی سیوم بود و مخلصان آن را انتظاری می کشیدند. بعد این بازی ها مرحله گروهی مسابقه انجام شده، بازی های پلی آف آغاز می شود. در راه تأسیس چنین یک مسابقه که برای فوتبال ما چندین چهره های نو را تقدیم می کند، البته باید استقبال کرد. آن را باید دستگیری نمود و رشد داد، زیرا آن برای رشد فوتبال و عملیات ورزش در کشور روانه شده است.